پرسیدند که کسانی که خالکوبی میکنند آیا نمازشان میشود یا خیر؟ دوست گرامی، موضوع خالکوبی جدا هست و موضوع نماز جدا هست. خالکوبی یک عمل ناجایز هست، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت فرمودند به آن زنانی که خالکوبی میکنند. یعنی خالکوبی یک عمل ناجایز هست، اما صحت و عدم صحت نماز تعلق به خالکوبی نداره. اگر انسان خالکوبی کرده باشه میتونه که نماز بخونه. نماز یک فریضه جداگانه هست و نمازش درست میشه، زیرا خالکوبی که ما میشناسیم او با مانع رسیدن آب به پوست نمیشه. یعنی اگر یک انسان خالکوبی میکنه وقتی غسل، وقتی وضو بدنش تر میشه، یعنی همون رنگی که کرده یا خالی را که در بدن خود جابجا کرده و خال آب رسیدن را به بدنش منع نمیکنه، بلکه آب به بدنش میرسه و بدنش تر میشه. پس وقتی که بدنش تر میشه نماز یزی درست میشه و از خالکوبی هم توبه بکنه و به الله رجوع بکنه، زیرا خالکوبی هم حرام و ناجایز هست. اما بعضی از انواع آرایش یا بعضی از انواع چیزایی که مثل رنگ ناخن و توس هست، یک قسمی است که باعث مانع رسیدن آب به پوست میشه. یعنی یک قسم رنگی هست یا توسی هست، بعضی رنگ‌های روغنی که وقت در پوست باشه یعنی زیری از او تر نمیشه، آب در زیری از او نمیرسه. با همچون چیز باز غسل نمیشه، وضو نمیشه. وقتی غسل نشد، وضو نشد، باز نماز هم نمیشه. یعنی انسان هم قسم جنوب میمانه یا انسان هم قسم به وضو میمانه، زیرا در غسل تمام وجود باید تر شود و در وضو هم اعضای وضو باید کاملا کلش شسته شود و تر شود و هیچ جا باید خشک نمانه. پس وقتی که یک نوعی از خالکوبی باشه که باعث یعنی نرسیدن آب به وجود انسان شود، یعنی زیرش خشک بمانه، باز نماز نمیشه. اما این خالکوبی هایی که من میبینم که ناجایز هست، حرام است، اما به نماز تعلق نداره، نماز میشه. برادر گرامی، بارک الله.